داستان از اینجا شروع شد. شبی آرام، شهری که بیدار است و دفتری که آماده نوشتن قصه‌ای تازه. 1372 در شهر تهران. کودکی پر از کنجکاوی و خیال به. محمد رضا از همان ابتدا دنیای خودش را داشت. موسیقی برایش چیزی بیشتر از صدا بود. کلماتی که در ذهنش جریان داشتند حالا روی کاغذ می آمدند. اولین بیت‌ها و اولین نوشته‌ها شاید کم کم راهش را پیدا می کرد. دنیای رپ میزبان تازه‌ای داشت. آشنایی با گروه کاغذ نقطه عطفی در مسیرش بود. حلقه‌ای از هنرمندان که برای تغییر آمده بودند. هر ترک قصه‌ای از زندگیش بود. مردم گوش می‌دادند، همزاد پنداری می‌کردند و صدای شایع شنیده شد. خیابان‌ها، هدفون‌ها و ماشین‌ها، صدای شایع همه جا بود. دیگر یک اسم نبود، یک جریان شده بود. هر آلبوم او فصل جدیدی از این داستان بود. داستانی که حالا هزاران نفر آن را دنبال می‌کردند. بی‌حاشیه، صادق و بی‌ادعا، همین شد امضای شایع. رپی که از دل مردم بود. اما این مسیر همیشه هموار نبود. محدودیت‌ها، فشارها، اما صدایی که نمی‌خواست خاموش شود. هواداران برایش فقط شنونده نبودند. آنها همراهش بودند. در هر لحظه‌ای، استیت‌ها، نورها، فریادهای تماشاگران هر اجرا انفجاری از احساس بود. اما زندگی همیشه فقط موسیقی نیست. حالا نقش جدیدی داشت. پدر شدن، عشقی از جنس دیگر. امروز هنوز در مسیرش قدم برمی‌دارد. آینده‌ای که پر از سؤال است و پر از امید. محمد رضا شایع، صدایی که از خیابان‌ها آمد و در دلها ماند. داستانی که هنوز تمام نشده. توی یک شب سرد بارونی، پسری متولد شد که قرار بود دنیای رپ رو تغییر بده. اون پسر اسمش یاسر بود. یاسر بختیاری. یاسر از همان کودکی به موزیک علاقه داشت. اون توی وقت تنهایی خودش موزیک گوش میداد. یاس بعد مدتی پدرش رو از دست داد. دنیای اون کلاً عوض شد. غم توی تمام بدنش پخش شده بود. یاسر شده بود مرد خونه. مجبور بود سخت کار کند تا خرج خانواده رو بدهد. او در یک مغازه کوچک دست فروشی می‌کرد. یاسر بعد مدتی شروع کرده بود به نوشتن رپ و فکر خواندن آنها رو داشت. او موزیک‌های خود را در بین مردم تبلیغ می‌کرد. یاسر موزیک‌ها را همراه با دل مردم می‌خواند. او همیشه در حال گوش دادن موزیک بود. حتی وقتی توی شهر در حال راه رفتن بود. یاسر اولین کنسرت خودشو بین تعداد کمی از مردم و دوستان صمیمیش برپا کرد. حتی تعدادی از خردسالان هم موزیک او را گوش می‌دادند. یاس به مادرش قول داده بود که تا آخر این راه رو میره و هیچ وقت کم نمیاره. یاسر شده بود اولین رپر مجاز ایران و این افتخار بزرگی برای او بود. بعد مدتی یاس مجبور شد از ایران بره. همه افراد ایران آرزوی برقراری کنسرت یاس در ایران رو دارند. موزیک های یاس خاطره های نسل های مختلفی شد. همه افراد هر لحظه منتظر این بودند که یاس ترک جدید بیرون بده. یاس شخصی است که هنوز هم شعرهایش را خودش می نویسد و هنوز هم برای خوانندگی می جنگد. چون اون باور داره خوانندگی و موسیقی یعنی زندگی. رپ یعنی یاس و یاس هم یعنی امید. توی سال 1366 توی یکی از سخت‌ترین محله‌های تهران پسری به دنیا اومد به اسم رضای ناصری. رضا پدرش رو زود از دست داد و از همون کودکی فهمید که زندگی باهاش سرسازگاری نداره. بچه‌ای بود که توی خیابونای تهران دنبال یه لقمه نون می‌دوید. جنگیدن رو از همون بچگی یاد گرفت. اما یه چیزی وجود داشت که همیشه بهش امید میداد. موسیقی براش شد همه چیزش. کلمات از دردش میریختن روی کاغذ، دردهایی که تو دلش مونده بودن. حالا شدن شعرش، هفته که شد اولین ترکاشو ضبط کرد. صدایی که قرار بود قلبه ی نسل رو بلرزونه. آهنگاش توی محله ها میچرخید بین بچه‌های پایین شهر. همه میگفتن این صدا فرق داره. این صدا حرف دل ماست. رضا پیشروی مبارز شد. اما اسلحه او کلمه و شعرهاش بود. بارها رضا رو دستگیر کردن. اما نفهمیدن کسی که به این دنیا بدهکار نیست ساکت نمیشه. توی سلول تنهایی و تاریکی رو شکست. فکر میکرد و شعر مینوشت. برگشت اما این بار قوی تر شد. حالا دیگه فقط یه رپر نبود بلکه یه صدای بلند برای نسلی بود که شنیده نمیشد. حالا دیگه اسم پیشرو رو همه میدونستن. کسی که با صداش لرزه انداخت به تن شهر. اما حتی بعد این همه زندگی براش آسون نشد.
زخمای قدیمی هنوز باهاش بودن، ولی همین داستانش الهام شد واسه خیلی‌ها، کسایی که باور کردن میشه از هیچی شروع کرد. رضا کنار همه افتخاراتش همیشه یه نفر پشتش بود، مادرش، زنی که بهش یاد داد جنگجو باشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. انیمیشن های دیگه کانال رو هم ببینید و برای دوستاتون هم بفرستید و کامنت بذار نفر بعدی که دربارش انیمیشن بسازیم کی باشه.